خب بچه ها، حالا یه سری ناخونا هستن که شما هر چقدر اون مهارتی که من به شما آموزش دادم، اون تکنیکایی که من آموزش دادم رو رعایت بکنید، این ناخونا یا انقدر مثلا لبه آزاد ندارن، فرض کنید که این لبه آزاد هیچی ندارن و این قسمت های اطراف ناخون، گوشت جلوی لبه آزاد، گوشت بالشتکا توپلوه و کلا این ناخونا تو رفتن، یعنی توی گوشتن انگار. یا اینکه حالا خیلی ناخونایی هن که صافن و یا خیلی ناخونایی هن که خلاصه تو رفتگی هم ندارن ولی کوتاهن و شما هر چقدرم که مخصوصا ناخونایی که خیلی کوتاهن و این گوشت جلوشون توپلوه، شما هر چقدرم که با مهارت میای کاشت قالب بزنی، یعنی توی 90% مواقع همه تکنیکا رو هم رعایت میکنی ولی باز هم این ناخونا میشکنن، از لبه آزاد شکستگی دارن. برای اینا یه راهکار وجود داره و اون هم تیپ. یعنی شما میتونید قبل از اینکه کاشت قالب بزنید تیپ رو روی ناخن سوار بکنید، با تیپ پای سازی بکنید، همه چی رو بستر رو آماده بکنید و بعد اون قالب رو ببرید روی این تیپ. رو راست بچه‌ها بهتون بگم و صادقانه بگم و اینکه شاید مثلا این یه رازی که الان من دارم به شما میگم، این تیپ میتونه به شما خیلی کمک بکنه، میتونه شما رو از ناامیدی خیلی در بیاره. شما خیلیاتون موادگذاریاتون با قلم خوب نیست، میاین سراغ کاشت قالب. حالا با کاشت قالب هم هر چقدر میاین تمرین میکنین میبینین بازم نمیتونید. این تیپ و زیر کاشت قالب بزنید، بهتون قول میدم که خیلی اعتماد به نفستون زیاد میشه، چون واقعا چالش های قالب رو برای شما خیلی آسون میکنه. خیلی از مدرسا شاید بگن این کار غیر اصولیه، چرا باید تیپ بچسبونیم؟ ولی من میگم هیچ چیزی غیر اصولی نیست و هر کاری که توی این حرفه به شما کمک میکنه که شما نمونه کار بهتری داشته باشین و پیشرفت بکنین و اعتماد به نفس و انگیزتون رو زیاد بکنه، به شما کمک کننده است و خیلی هم اصولیه. خب حالا اگه شما هر جوری که کاشت قالب زدین دیدین میشکنه و نمیتونید مهارت قالب رو درست اجرا بکنید، یا اینکه نه مهارت رو اجرا میکنید همه چی هم درسته ولی ناخونه بدیه و میشکنه، بهتون پیشنهاد میکنم این روش رو امتحان بکنین. حالا چه پودری دارین کار میکنین، با قالب چه ژل. اگرم الان یه ناخونکاری هستین که تعصب دارین و میگین نه من به هیچ عنوان نباید تیپ کار بکنم و دارید قالبی که من به شما آموزش دادم رو اجرا میکنید و باز هم نمیتونید ماندگار باشه، قالبتون میشکنه، پس شما باید قالب رو بندازید کنار، برید فرمر یاد بگیرید، با فرمر و قلم کار بکنید و باید خیلی یعنی باید، ببخشید اینجوری میگم، باید پوستت کنده بشه تا بتونی اون رو مهارت یاد. ولی میتونی از این شروع بکنی، این تیپو بچسبونی، قالبم روش سوار بکنی، همون ابتدای کار کارهای در حد حرفه‌ای ها بزنی و خودت هم لذت ببری، مشتریت هم لذت ببری، در کنارش مرتب در حال یادگیری باشی، اون رو هم تمرین بکنی، در کنار اینکه اینو داری انجام میدی درآمدت هم داری، حالا کارت هم مرتب آپدیت بکنی، آموزش ببینی و لول تو ببری بالا. خب حالا برای این آموزش، چه شما بخواید الان این چیزی که من دارم به شما آموزش میدم، چسبوندن تیپ، هم برای کاشت قالب با ژل هم با پودریش فرقی نمیکنه. اولین کاری که باید بکنی، باید سایز درست تیپ رو انتخاب بکنی. سایز درست تیپ دقیقاً اینه. ببینید برای قالب من گفتم باید یه فاصله بین ناخن و قالب باشه، برای تیپ نه، تیپ باید فیکس ناخن باشه. الان از سایدوال نگاه کنید، فیکسه، نه کوتاه کوچیک اینجوری که سایدوال نمایان باشه، نه آویزون رو پوسته، کامل فیکس ناخونه و نه بزرگ نه کوچیکه. اگه شما اینو برداشتی دیدی که برای ناخونت کوچیکه اینجوری، ناخونت از زیرش پیداست، از سایدوال پوشش داده نمیشه و سایز بزرگتر رو برداشتی دیدی آویزونه و بزرگه، باید چه کار بکنی؟ باید اون بزرگه رو انتخاب بکنی و حالا از بغل بتراشی، با سوهان دستی کوچیک بکنی تیپ تو، یا برش بزنی با قیچی و سایزش بکنی. پس اگه تو دو تا سایز موندی، یکی کوچیک بود یکی بزرگ بود، بزرگه رو انتخاب میکنی و بزرگه رو براش سایز میکنی، کوچیکه رو هیچ وقت انتخاب نمیکنی که اون کارتو خراب میکنه. تیپ باید کاملا اندازه ناخون باشه و اولین کاری که من باید بکنم، پشت این تیپ رو ببینید بچه ها، پشت این تیپ رو، این قسمت شیار و این پایه‌ای که این تیپ من داره، پشت این تیپ، این شیار و این پایه‌ای که این تیپ من داره، اینو باید خط و خش بندازم. با چی؟ میتونید با این سرسوهانای شنی که ظریف باشن، حالا گرد باشه، توپی باشه، هر مدلی باشه انتخاب بکنید، چون این به راحتی همه جای تیپ شما رو میگیره. میتونیدم اگه راحتید از این استفاده بکنید، از این سرسوهان. خلاصه از هر چیزی که بچه‌ها، با هر چیزی که راحت هستین این کارو بکنید. اگه با این راحتین، اگه با شنی راحتین. خب پشت تیپو من خط و خش میندازم. ببینید اینجا به این شکل بچه‌ها، همه جای این تیپو باید خط بندازم
مثل ناخون که خط و خش میندازیم و جایی براق نمونه، قرار نیست چیزی بسابونیم، فقط یه خط توش میندازیم، همه جاش هم باید مات بشه. خب قبل از چسبوندن تیپ باید مانیکور رو انجام داده باشید. خط و خشی که بهتون آموزش دادم رو ناخون رو هم بندازید، تمیزش بکنید، ولی ضد قارچ پرایمر فعلا نزنید. بعد بیاید تیپ رو بچسبونید. تیپ رو که چسبوندید، خط و تیپ رو گرفتید، بعد ضد قارچ و پرایمر میزنید یا حالا بیس کد یا هر اون روشایی که من به شما زیرسازی آموزش دادم، هر کدومی که دوست داشتید بعد روی این پیاده بکنید. برای چسب تیپ بچه‌ها با هر چسبی که دوست دارید، راحتید، تا حالا کار میکردید یا بهش اعتقاد دارید کار بکنید. اما اگه نمیدونید از چه چسبی استفاده بکنید، من اینو بهتون پیشنهاد میکنم. این یک چسب عالیه که اصلا هم مغایرتی با کار ناخون نداره. شاید بعضیاتون میگین این مناسب ناخون نیست. متریالی که تو اون چسبای ناخون استفاده میکنین با این متریال یکیه و این خیلی چیز خوبیه. هم ارزونه، هم کوچیکه، هم راحت میتونید ازش استفاده بکنید، دیرتر خوش میشه، هم به صرفه، همه جوره خوبه، هم محکمه. من اینو تست کردم، سالها من با این چسب کار کردم، هیچ مشکلی نداره. توی سوپرمارکت ها و توی ابزار فروشی ها هم موجوده این چسب. اینجا هم نوشته جاپان تچ. این چسب خوبیه بچه‌ها. من از این تا حالا همیشه استفاده کردم، عالی بوده. شما هم میتونید از این استفاده بکنید. خب حالا برای چسبوندن تیپ، بعد از اون مراحلی که بهتون گفتم انجام دادین، باید این قسمت تیپو که خط و خش انداختین رو کامل پر از چسبش بکنید. اینجا نباید کم چسب بزنید. اگه کم چسب بزنید تیپتون دوام نداره. باید به اندازه کافی تمام این فضا رو پر از چسب بکنید به این شکل و به این شکلی که میبینید. دستتو بده. به این شکلی که میبینید بچه ها، ببینید دستشو من چجوری تو دستم گرفتم. انگشتام این ستا زیر دستشه، شستم روی دسته و رو هوا هم نیستم، دستمو میخوابونم رو زمین که مسلط باشم. به این شکلی که میبینید بچه ها میذاریم روی ناخون صاف مرتب. ببینید حالا یک فشار دست من روی ناخون میارم. الان دستی که توش تیپ هستش و بچه ها به سمت زمین و دستی که زیر ناخون هست به سمت بالا، از دو طرف فشار میارم و کاملا تیپ رو فیکس میکنم روی ناخون. اگه گوشه های تیپ، اون گوشه های خروجی، جای خروجی ناخون تیپ رو هوا بود، یه جاهایی چسبیده نشد، شما اینو ول نکنید برید اون قسمت ها رو بچسبونید، بذارید همین شکلی بچسبه. برای اونا بهتون میگم چیکار بکنید. چون اگه دستتون رو ول کنید، فشار دست رو کم کنی، بخوای بری اون گوشه ها رو بچسبونی، از وسط و مرکز و اون جای مهم تیپت شل میشه یا هوا میره زیرش و بلند میشه و ممکنه باعث قالبی کنده شدن کارت بشه. پس چسبوندن تیپ بچه‌ها خیلی اهمیت داره که اصولی بچسبونیدش. فشار دستمو کم نمی کنم تا وقتی که مطمئن بشم که این یه مقدار خودشو گرفته. وقتی که یه ذره چسبم خوش بشه، خودشو بگیره، من اگه دستمو از روش ول کنم یا فشار دستمو ول کنم، دیگه تیپ به سمت بالا بر نمیگرده، سر جای خودش فیکس شده. منظورم از گوشه ها اینجا بود. ببینید شاید اینجاها قشنگ نچسبن روی ناخون، اشکال نداره. این قسمت ها رو موقعی که داریم خط تیپ رو محو میکنیم از بین میبریم که مشکلی پیش نیاد. خب بچه‌ها، بعد از این که خشک شد چسب، کاری که باید اول بکنم اینه که قد دلخواه مشتریمو در بیارم، کوتاه کنم به اندازه‌ای که مشتری میخواد. خب فرض کنید اینه. خب بعد بچه‌ها اگه میخواید مربعی بزنید، خب دیگه کارش نمی کنیم، قالب رو میزنیم، کاشتمون رو میزنیم، بعد فرم مربعی رو در میاریم. اما اگه میخوایم فرم بادومی و گرد بزنیم، بهتره که اول تیپمون رو فرم بدیم بعد قالب بزنیم. اگه کاشتون مربعی نبود، اول فرمش رو در میارید. حالا من اینجا آموزشش رو نذاشتم چون مبحث ما اینجا آموزش فرم دهی نیست و توی کلیپ دیگه همه فرم ها رو بهتون کامل آموزش میدم. حالا برای از بین بردن خط تیپ هم بچه‌ها، با همون سرسوهانی که من پشت تیپمو سوهان کشی کردم و خط و خش انداختم، من میتونم این خط و تیپو از بین ببرم. شما باز با هر سرسوهانی که راحتی این کارو بکنید. من با سرسوهانای خیلی زبر و الماسه موافق نیستم. به نظر من با همین شنی ها، حالا از هر مدلش که بود شنی باشه یا از همون موکتی یا کاغذی که باهاش زیرسازی انجام میدید، با هر کدوم اینا که راحت هستین این کارو انجام بدید. از این قسمت شروع میکنم روی خط تیپ. ببینید بچه این پلگی رو میبینید دقیقا مثل وقتی که دورگیری میکنیم. من قرار نیست نه روی تیپ رو بکشم نه روی ناخون طبیعی رو، دقیقا روی این خط قرار راه برم و این گوشه های تیپ هم که یه ذره چسب نخورده رو هوا موندرم با همین
زمانی که دارم خط تیپ رو محو میکنم سعی میکنم اونا رو هم برطرف بکنم و بردارم از روی ناخن. خب شروع میکنم رو دور راستگرد از راست. بچه‌هایی که چپ دست هستن خب طبیعتا باید از چپ شروع بکنن و رو دور چپ گرد باشه سوهانشون. شروع میکنم روی این خطه بچه ها ببینید یک جا وای نمیستم، رد میشم ازش. خب اگه لازم بود برمیگردم دوباره، ولی همون لحظه خیلی یه جا وای نمیستم، رد میشم و این خط تیپ رو سعی میکنم که از بین ببرمش. اگه احساس کردید سوهانتون کنده با یه سوهان دیگه این کار رو انجام بدید. خط تیپ محو کردن بچه ها، دلیل محو کردن خط تیپ محکمتر شدن این تیپ است. باعث میشه که تیپ هم ماندگاری بیشتری داشته باشه و کاشتم کنده نشه. خب این قسمت ها رو هم همینطور. اون قسمت هایی هم بچه ها که چسب نداشت و سعی میکنم با فشار دست کم با همین سوهان کشی و از بین بردن خط تیپ اونا رو هم بگیرم. اگه اینجا رو الان دقت کنید، این الان اینجا چسب نداره، هوا داره و میخوام با این سرسوهان بگیرم. ببینید بچه ها اینجوری میرم روش. اگه زیاد یه جا فوکوس کنم تیپ چون پلاستیکیه داغ میشه بچه ها و مشتری اذیت میشه. باید مکس کنید وسط کار، بردارید، صبر کنید، بعد دوباره این کار رو انجام بدید. چندین بار انجام بدین تا اون کنده. ببینید بچه ها کنده شد. قسمتی که رو هوا بود و چسب نداشت کنده شد. از بین بردن اون باعث میشه که اون هوا افزایش پیدا نکنه، زیر تیپ را بره و کل لبه آزاد تیپ من جدا بشه و اگه تیپ جدا بشه کل کار قالبی کنده میشه. خب تمام خط تیپم محو شد، هیچ پلگی نموند و این باعث میشه که تیپ مقاوم تری داشته باشم. حالا رو خود تیپم خط و خش میندازم، نه دیگه با اون سرسوهان ریز، با این دستی سری چند تا خش اینجوری میندازم و این هم باعث میشه که موادم بهتر روی تیپم بچسبه به این شکل. خب حالا بچه ها با پد و کلینزر سطح کار رو تمیز میکنم. من به شما توی قسمت زیرسازی گفتم که من وقتی کلینزر میزنم دیگه ضد قارچ نمیزنم، کار ضد قارچ هم برای من میکنه. شما اگه دوست دارید و خیلی حساسید بزنید. بعد میام پرایمر میزنم با اون روشایی که بهتون آموزش دادم. اگه با روش بیس پرایمر که بهتون آموزش دادم خواستم بزنم، کل کار از ریشه تا بالای تیپو بیس پرایمر میزنم. اگه با روش پرایمر و بیس جداگانه خواستم بزنم، پرایمرمو تا اینجا میزنم، تا این قسمت. روی تیپ پرایمر نمیزنم، رو قسمت طبیعی ناخن پرایمر میزنم، خشک شد بعد بیس رو کامل همه جای ناخن میزنم، روی تیپ هم میزنم. خب پس با اون مدلایی که من به شما زیرسازی آموزش دادم یک زیرسازی رو انتخاب بکنید و روی این بزنید. من الان از بیس پرایمر استفاده میکنم، یک لایه خیلی نازک به صورت ماساژی همونجور که بهتون قبلا آموزش دادم روی کار میزنم و با دستگاه یووی خشکش میکنم و بعد از اینکه خشک شد با پد و کلینزر نوچیشو میگیرم. اینا همه رو تو زیرسازی ها بهتون آموزش دادم. با سوهان دستی خیلی کم روش خط و خش میندازم. اصلا قرار نیست ژلم پاره بشه و به سطح ناخن برسم، در حدی که فقط روی بیس هم یه ذره مات بشه و خش بیفته.